شیرین قاتق یکی دیگه از خورش‌های خوشمزه ما گیلانی هاست. از قدیم گیلانی ها این خورش رو برای مهمونی که خیلی براشون عزیز بوده درست میکردن، از بس که این غذا خوشمزه است. برای شیرین قاتق میتونید پیاز رو خلالی، رنده یا نگینی خورد کنید، فرقی نداره. من نگینی خورد کردم. یه مقدارم زردچوبه بزنید. اگه پیاز رو خلالی یا نگینی خورد میکنید یه مقدار آب بهش اضافه کنید تا پیازتون نرم‌تر سرخ شه. زیاد آب اضافه نکنید که پیاز له میشه، یه مقدار کم. وقتی که آب پیاز خشک شد بهش روغن اضافه کنید تا پیاز سرخ بشه. حدود 1 ساعت طول کشید تا پیازم سرخ شد. پیاز در همین حد سرخ بشه کافیه. مقدار دقیق مواد رو هم براتون توی کپشن می‌نویسم. مرغ رو هم نیم پز و سرخ کنید، به خورشتون اضافه کنید. نکته مهمی که این خورش داره اینه که نباید زیاد شل و آبکی باشه. خورش غلیظیه. نهایتا بهش 1 لیوان آب جوش اضافه میکنید. برای این خورش نیاز دارید به آلوی خورشتی، قیسی و کشمش. یه نکته مهم در مورد سرخ کردن آلو قیسی و کشمش این که اینا رو توی تابه‌ای که داغ شده سرخ نکنید. تابه باید حرارتش کم باشه، خود تابه هم داغ نباشه. این خورش چون آب کمی داره ممکنه که ته بگیره، باید همش حواستون بهش باشه. آلو و قیسی و کشمش رو بعد از سرخ کردن نیم ساعت آخر خورش به شیرین قاتق اضافه کنید. چه بارون قشنگی هم میاد، جای همتون خالی.